خیلی مشتاقم بدونم مردای خانواده من چه شکلی‌ان و چطوری فکر میکنن. بابام اصلا مهم نیست. میخوام در مورد کار چند تا سوال جواب بدم. بذارید صادقانه بگم، راحت نیست. اون کسی که رئیس خوشش نیاد ور نمیداره، یا اینکه شما باید دختر باشین انتخاب میشین. چاو 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 گراتیا وای. دومی مسئله زبانه. شما باید زبونتون خوب باشه. ما میگیم انتخاب شدیم. من وقتی اومدم زبانم بلد بودم، کارم تقریبا بلد بودم، ولی انتخاب نمیشدم. خب این سلیقه‌ای بود. شما باید بتونید ارتباط برقرار کنید با مشتری. خیلی از من این سوالو میکنن چه چیزایی نیازه. من به انگلیسی بیام کار پیدا میکنم. صادقانه بگم خیلی سخته. چجوری میخواید با مشتری حرف بزنید؟ اینجایی که من کار میکنم در جنوا و ایتالیا، حقیقتش کسی زیادی انگلیسی بلد نیست. اگه میایید اینجا مسلما باید زبان بلد باشید، وگرنه چجوری میخواید بفهمید مشتری داره چی میگه؟ اگه از ویدیوهای من خوشتون اومده حتما منو فالو کنید که بتونم ویدیوهای بیشتری بسازم. شاید بتونم بهتون کمک کنم. ممنونم. تا ویدیوهای بعدی.